سلام پدر، سلام مادر زیبایم، سلام دادرانم علی جان و امین جان و یعقوب جان. شما را دوست می دارم. خواستم مکتوبی به شما رسانم. در این مکتوب تمام دردم و عذاب‌هایی که در خورده کشیدم خواستم به شما بیان کنم. مادر جان، از نام فرزندی عذاب کشیده که عین حال در مسکو قرار دارد، محمد. مادر شکستم، پر و بالم شکست، نه دیگر خیلی فهموندم، انیقترش شکستم دادن. مادر، تنها تو دردم رو میفهمی. تنها موندم. خواستم بقوله برایم که مرا پیش پا دادن، چنان که میگویند ضربه شدید رو از دشمن نی از دوست میبینی. من هم همون گونه. تنها یک سوال به تو دارم. چرا مرا دوست نداشتی پدر؟ چرا؟ مگر من معیوب بودم؟ مگر من پسری بودم که از دستم کاری نمی اومد؟ که مرا در بین فرزندانت جدایی به میان آوردی؟ تو میدونی که من چقدر دوستت می داشتم، اما به زمین تو مرا نخواستی. با من مثل پینده رفتار کردی. من به تو چی کردم پدر؟ خرد بودم. مهرت رو میخواستم اما به من ندادی. پدر، خواستم نامدار شوم و ذوقم به ورزش بود، ولی دستگیری تو نبود. یاد داری پدر، من اولین بار هنگامی در ورزش مغلوب شدم، به جای نوازش به من چی کردی؟ حالا اینکه تو می توانستی که من را نوازش کنی و بگویی که زیغ نشو، حالا نو سر کردی. پدر، از برای این خصلتت من از ورزش دست کشیدم و به درس خواندن خودم را تیار کردم. درس های زبانی خارجی. در یادت هست پدر، به من کمک نمی کردی. حالا اینکه من خرد بودم، محتاج به پدر بودم، اما دستم را نگرفتی. خود در بازارها سودا می کردم تا اینکه مبلغ درسم را یابم و علم را از خود کنم. هر روزم مبلغی که کار می کردم در خنوکی ها آن را جمع کردم، اما در این هم زید بر آمده و بزرگ شدم. خواستم در دیگر خارج های کشور، یعنی اروپا یا اینکه ترکیه داخل شده در دانشگاه هایشون علم آموزم. باز دستم را نگرفتی. بعد نشد در روسیه با طریق رایگان باید داخل می شدم. تنها به من مقداری مبلغ خوابگاه در کار بود. باز به من کمک نکردی. در وطن خواستم با طریق تیستی داخل شوم. به جای دلبرداری به من گفتی اگر نشدی به خدمت وطن میروی. من میلش گفته با مبلغی که با مشقت جمع کرده بودم داخل شدم. من توانستم تنها 1 سال، آن هم از برای مشکلی های عائلوی شده پرتافتم. پدر، باز تو والی بر اومدی. من نتوانستم. میدونی برای چی؟ برای آن که دعای تو نبود. برای آن که مرا از دیگر فرزندانت کم میدونستی. حالا اینکه پسری کلان من بودم، ولی در نزد فرزندان مرا از خورده هم پست میدونستی. پدر، شاید که میخواستی من از شما جدا شوم. پدر، در قلبت اگر همین بود، بین باز تو به خواستت رسیدی. پدر، تو میدونی که من از خورده به تو، به آغوش تو و به دعای تو محتاج بودم، ولی تو نه. تو مرا نمیخواستی.
چرا پدر؟ چرا من یگان کمبودی داشتم؟ چرا مرا از دیگر فرزندانت جدا میکردی؟ من حیران. پدر، ببین به خواست تو کرده به شهری غریب اومدم، باز به نیت سربلند کردن شما. پدر، من به یک کارگاه در اومدم، به ساحه خرید و فروش، و خواستم در این کارم سربلند شوم. مادر، من شکستم. مادر جان، مکتوب مرا خوب گوش کن، زیرا دردمانم تویی. مادر، تنها تو مرا میفهمی، تنها تو مرا درک میکنی. مادر، مرا بیگانه نه. پدر و دادر خود شکستم داد. یک لحظه مادر، با دادرم یک سخن دارم. علی جان، دادرکم، تو همونی نبوده که بیمار شدی و من شب و روز برای شفا یافتن تو در به در بودم. گاهی مبلغ میافتم، گاهی قرض میکردم تو اینکه تو شفا یافته از بیمارخانه نجات یابی. شفا یافتی؟ از تو میپرسم. سلامتیت خوب شد؟ از چشمانت معلوم که خوب شده ای، برای اون که اینقدر به من با چشمانی بد نظر میکنی. حیات رو ببین، برادر با برادر در بینشون بدبین نیست. علی جان، دادرکم، شاید تو فکر کنی که من در فکر خوشبختی تو نیستم، ولی خطا میکنی. من همیشه در فکر خوشبختیت هستم. اما خودت یک نظر کن که با چقدر عذاب و مشقت مبلغ جمع کرده در مابین 3 سال خواستم زمین گیرم و یک خانه سازم، ولی پدرم باشد روزی نمی شود. بعد من چی گویم؟ خود نظر کن. از خوردی پدرم تو رو دوست داشت، مرا نه. تو رو نوازیش میکرد، مرا نه. تو رو برای مکتبت مبلغ میداد، مرا نه. من تنها فکر میکردم چرا مرا نه؟ پدر، از تو میپرسم چرا مرا ذره دوست نداشتی؟ مگر من اوگای بودم؟ مگر من یگان کمبودی داشتم؟ خاموشی پدر، بله خاموشی. مادر جانکم، شاید تو بدونی چرا پدرم مرا دوست نداشت، چرا پدرم در کارهایم به من کمک نمی کرد، چرا حدی اقل یک مرتبه دعای خوبم نمی داد. چرا مادر؟ اگر دونی بگو از برای کدام خصلتم باشد. مادر جان، الکی 3.5 سال می شود من در ملک غریب هستم. عمرم رفته ایستاده است. می خواهم عائله برپا کنم، اما پدرم زید است. پدرم نمی گذارد. چرا پدرم به من می گوید اگر عائله دار شدی به خانه من نیار؟ چرا می گوید اگر دختر برای ازدواج یافتی من از راه می زنم تو اینکه با تو خانه دار نشود؟ آخر من برای شما می خواهم عائله دار شوم که در دوران پیری دستگیر شما باشد، اما پدرم نمی گذارد. پدری من، اگر تا دمی که جانم در بدنم هست، تا دمی که قلبم تپش دارد، نه تنها تو را، تمامی عائله‌ام را دوست می دارم، زیرا زندگی با عائله زیباست. اما شما مرا جدا کرده ایستاده اید. آخر به من شما درکارید، به من عائله درکار است. من خود تنهایی را نمی خواهم. آخر آن مرتبه هنگام به روسیه آمدنی شدی من نمی خواستم که تو کار کنی، ولی مجبور آمدی. تو خفه نشوی گفته با تو و با دادرم بهترین جای کار پیدا کردم. ولی شما باشید چی کار کردید؟ پدر، التماس با من مهربان شوید. التماس با من این گونه رفتار نکنید. التماس پدر جانم، مادر جانم، دادرانم. خواستم این مکتوب را تیار نکنم،
اما کاسه صبرم لبریز شد. به خود فکر کردم و خلاصه برآوردم که از نزدیک سخن را گوش نمی کنند. شاید با این مکتوب ذره مرا می فهمند، مرا درک می کنند، به من دعای خیر می دهند. التماستان می کنم مرا درک کنید. آخر من فرزند شمایم. علی جان، آخر من برادری تویم. مرا فهمید. خواهش می کنم. مکتوب از نام غریب بچه‌ای که تمام حیاتش با عذاب و مشقت گذشته است. محمد با